مردمی که در توصیه سازمان ملل می‌دهد ما اگر طبق قانونگذاری نگاه کنیم قانونگذاری بازبینی پرونده رو با توصیه‌های اینستیتوت بین‌المللی پیش‌بینی نکرده است. همه پرونده‌ای که نسبت به شخصیت شما گفتید در دوره قانونگوی جمهوری و کنستیتوسیون بررسی شدگی است و اون چی بگم اون اجرای همون جزا در برزمه محکومات ما است و نسبت جبران و پارتیدگان قانونگذاری می‌دونید جبران و پارتیدگان یعنی حادثه‌ای چخیلی پیش‌بینی کردنی نیست است اگر که نگاه کنیم تفتیشات نشان می‌دهد وابسته به گناه اگر ما درباره جبران ضرر میگیم طبق کد گراجدانی شخصی که ضرر دیده است ضرر رسونده است باید جبران کنه این قاعده عمومی است این مناسبت‌های شهروندی کرد و حتما در این حوزه یک ترکیب معینی جبرانی همین باید هست و مراجعه کنه ترک سودی اثبات کنه که ضرر رسونده است و بعدا همون مسئله جبران ضرر طلب